جمنازیوم ورزشی فوتسال در ولایت بدخشان زیر نام جمنازیوم ورزشی الاتحاد در مراسمی از سوی مسئولان ورزش این ولایت افتتاح شده و برای ورزش آماده شد. کار ساخت این جمنازیوم یک سال پیش از سوی یک تن از بازرگانان بدخشان آغاز شد و ساخت آن حدود $105,000 هزینه برداشته است. مسئول این جمنازیوم میگوید به هدف رشد ورزش در بدخشان و پشتیبانی از ورزشکاران این جمنازیوم را ساختند. جمنازیوم فوتسال مدتی تقریبا در مدت چیزی کمتر یک سال ختم شده است. در حدود 11 ماه ختم شده به خاطر رشد و ارتقای ورزش در ولایت بدخشان و همچنان به خاطر بلند بردن سطح ورزش در ولایت بدخشان تأسیس کردیم. در ولایت بدخشان به یک میدان استاندارد، یک میدانی که ورزشکارها واقعا احساس راحت، امن، احساس به خاطر که فوتسال بدخشان، والیبال بدخشان در سطح اول قرار بگیره و یک سطح بالا، ما یک قسم جمنازیومی که استاندارد می باشد با تمام معیارات استاندارد ساخته شده است در ولایت ایجاد کردیم. شماری از ورزشکاران ولایت بدخشان از ساخت این جمنازیوم خرسندی می کنند و از امارت اسلامی می خواهند که ورزشکاران را حمایت کند. یک جای خوشبختی است. ما برمایندگی از قابلیت ورزشی البته مسئولی الاتحاد را سرمایه گذاری کردن بیشتر از 100 نکبخانی این را سرمایه گذاری کردن، واقعا این را بیجا و مصرف نرساندن. گرچه هر تجاری ما با فکر خودش یک چیزی میسازد، ولی این ساختن جمنازیوم هم از یک طرف به ورزشکاران ما از نگاهی به اصطلاح کمک میکنه که در قسمتی رو اندازی مسابقات و همچنان در آمادگی بیشتری ورزشکاران ما. در بدخشان ورزشکاران به خیلی چیزا ضرورت دارند، همچنان جمنازیوم‌های مناسب برای تمرینشان، دیگه تامین امنیت از طرف ما را که الحمدلله در 2 سال گذشته واقعا که ما را توانسته که امنیتی خوبتر و بهتر برای ورزشکارانشان تامین امنیت کنند. این سومین جمنازیوم ورزشی است که در ولایت بدخشان ساخته می شود و ورزشکاران این ولایت خواهان ساخت جمنازیوم های بیشتر در بدخشان هستند. بیگ محمد احمدی، رادیو حریت، بدخشان.